قل بگه پیامبر علیه السلام سیرو فی الارض، بگردید در روی زمین، فانظروا ببینید کیف کان عاقبت الذین، چه قسم بود انجام کسانی که من قبل و پیش ازی بود. کان اکثرهم مشرکین، اکثر مردمان سابقه مشرک بودن، با الله تبارک و تعالی شریک جور کرده بودن. از همون خاطر در سرنوشت خود، در سرنوشت بد خود رسید که از وا آثار باقی مانده، از بلدنگایش، خانه هایش، راه هایش، تونلایش، سموچایی که وا زده بودن در کوها، کلش باقی مانده. قرآن ما را امر میکنه سیرو فی الارض. چرا میگه؟ سیاحت یا سفر کردن در زمین این مطلوب است. قرآن ما را امر کرده. چرا ما بگردیم؟ یکی خود عبرت بگیریم، نتیجه بگیریم. از علم درونی خود تو او قدر فهمیدن نمیشی، او قدر که از حالات دیگران تجربه کنی. این بسیار مهم است. حالات دیگران را تجربه کردن این بسیار بزرگ است. سل المجرب ولا تسأل الحکیم. آدمی دانا را سوال نکو، تجربه کار را سوال کو، او میدانه. امی حالتی که قرآن به مسلمانان بیان میکنه که بره بگرده، گشتن چی فایده داره؟ انتقال بده تهذیبی که تو داری، فرهنگی که تو داری، روشی که تو داری، دیانتی که تو داری، اخلاقی که تو داری، این را چی کو؟ بگوی قطع خود انتقال بده در گوشه گوشه جهان، بگرده که مردم مشاهده کنه. از این کار کفار امروز از اینمی آیت قرآن کریم مصداق تطبیقی آیت کفار سری خود کرده. در گوشه گوشه از خانه و خانواده ما خبر داره نداره، از جنگ سنو و خشوع خبر داره و در رادیو برای ما نشر میکنه. خب ما و تو قدم نگذاشتیم در سرزمین خودی خود که چی گپ است؟ چرا ما یک گروپ از موحدین نمیتونیم بیاییم؟ ما امی مدت چیسته؟ خب برفاست، اینجا دوره فعالیت ما فلج است، یخی زیاد است، نمیتونیم بیایی کمی دوره تفسیر قرآن کریم در جلال آباد بگیریم. اونجا خیلی نرم و گرم است. در عین تابستان دوره تفسیری تا در بدخشان برسان. وی با کمک اینمی مسلمان ها مجموعش میشه. اینی را سیر و سفر میگه. امی عقیده را به هر جای رسانده میتونیم. کفار فرهنگ خدا، تهذیب خدا در گوشه گوشه جهان رسانده. نه که بلکه اونجا تلویزیون آورد در قریه افغانستان به نام همبستگی ملی رفت، برق برشان جور کرد از نگاه چیسته جنراتورا. خب اونجا تلویزیونی خود روشن میکنه، از این طریق کار کرده رویسته. او ما و تو همسایه خود جور نکردیم، برادری خود جور نکردیم، اقارب خود جور نکردیم که چی عقیده داره. خیشی قطش میکنیم، عقیده خبر نیست، چی کارا میکنه. امی قدر نکردیم که همسایه را گفته باشیم یعنی کاری که تو میکنی نادرست است، من خود قدر نمیفهم، برو از عالم سوال کن. امی کار ما نمیکنیم. ما نو مسلمان هستیم. قرآن ما را میگه قل سیرو فی الارض، سیاحت بکنی، سفر بکنی در زمین، انتقال بدی امو اخلاق، امو عقیده، امو روش، امو فرهنگ، امو تهذیبی تانه در جای. لیکن ما قرار نشستیم خود ما کم گرفتیم، موسی به دین خود، عیسی به دین خود، همونطور گفته رو هستیم. اما مولوی صاحبای ما چی میگه؟ نه از حکمت کار بگی، حکمت کار بگی. حکمت چی است؟ چیز در سر منبر نگو که مردم بخیزه کم شورش داشت پیدا شود. نه روزی تا تیر کن، خیر و خلاص. او الله ما را میگه که نه، سیرو فی الارض، در روی زمین الله شما سیر بکنه، تجربه حاصل کنه، تبادله نظر شوه. چقدر خوب است. در کجا زمینه فعالیت میسر میشه که ما فعالیت بکنیم. این تبادله ها نیست. خب قرآن میگه کان اکثرهم مشرکون، بود اکثری از او مشرک، با الله شریک جور میکردن، نعوذ بالله. یعنی یکی خود دهریاست که الله را هیچ قبول نداره، یکی که الله را قبول داره، خود در عبادت، در تعظیم، در طاعت امرای الله شریک جور میکردن و بودن. از او خاطر سرنوشت بد دنبالشان آمد، مبتلا به او حالت شد که آلی آثارش باقی مانده. اگر ما همینطور کردیم نعوذ بالله، شرک با الله ورزیدیم، در کائنات الله تفکر نکردیم، از او تجربه حاصل نکردیم، در بدر میشه مام. فاقم وجهک للدین القیم، برابر کو ذاتی تا للدین، برای دین. کدام دین؟ القیم که محکم شده توسط دلایل، القیم که بالکل برپا و راست است، استوار است، دینی که یک لرزه سرش نمیه، با موافقت انبیاء علیهم السلام محکم شده، قیم است.
خلل دیش دیده نمیشه. اما دین ما کم بگی و کدام دین است؟ دین فطرت، دینی که وحی آسمانی او را تایید کرده، او توحید الله است. نظام برای الله باشه، حاکمیت از کی باشه؟ از الله. فرد الله حکم میکنه. فاقم وجهک للدین القیم، ای راست کو برابر کو وجهک ذاتی تا للدین القیم، به او دینی که استوار است، محکم است، که او دین نظام الله است، که اسلام است. پشت دموکراسی لعنتیان نگرده، محکم استوار باش. چرا اینطور میگه الله؟ فاقم، تو قایم کو، برابر کو. اشاره به این میکنه که مشکلات خیلی زیاد است، دعوت ها از هر طرف خیلی زیاد است، در هر نظریه و مفکوره کش کرده رایسته. امروز افغانستان بزغاله بزکشی جور شده یا نشده؟ چپن انداز است که از هر طرف کش کرده رایسته که در دست خود بیاره. پست شده افغانستان. الله تعالی میگه دینی طور موقع دینی تا ذاتی تا به دینت قایم بکو. آلی کی ذات خود در دین قایم کنه؟ چطور قایم کرده میتونیم؟ نماز خود درست بخوانیم، موالات با کفار قطع کنیم، همکاری را با کفار قطع کنیم، وارد دوستی خود جور نکنیم، ما دمی عقیده خود راسخ باشیم، حجاب خود مراعات کنیم، ریش خود مراعات کنیم. البته این را به طوری مثال میگم، تمام مسائل دین خود محکم بگیریم. آلی پشت عنعنات، پشت رسوماتی که عام مردمی طور میکنه نمیریم. دختری فلانی در مدرسه میره از من بره، نه نگو، تو دینی تا قایم کو. الله برات میگه. چرا که قایم کردن دین وقتی میشه که انسان سرش استوار باقی بمانه و مبارزه کنه، مقابله کنه امرای کشش های دیگه. هزار طرف که تو کش میشی در مقابل از او قایم شو. الله چی برات میگه؟ من قبل ان یاتی، چقدر وقت ما را خبر داده. اگر دمو حالتی که نعوذ بالله در مجلس شراب هستی او در پروتکل امضا کردن با معاونت کفار هستی، دمی موقع اگر از مرگت آمد، الله چی برات میگه؟ من قبل ان یاتی، پیش از که بیاید، یوم، یک روزی که لا مرد له، هیچ بازگشت نیست له برای او روز آمده نیست، من الله، از جانب الله تبارک و تعالی. یومئذ یصدعون، این روز یصدعون، فرقه میشه، جدا میشه. تصدع میگه میده شدنه، پاره شدنه. اونجا جماعت میشه. باز نشوه که نعوذ بالله در اینجا در تذکیره نام اسلام بود، بچه مسلمان در قبرستان مسلمان گور شده بودی، جنازه تا مسلمان ها ورداشته بود، لیکن اونجا با نعوذ بالله با یهود و نصارا استاد میشی. یومئذ یصدعون، او روزی است که با او مردم باز تو استاد میشی. نعوذ. پیش از او باید اقم وجهک للدین، ذاتی تا به دینت بالکل قایم کو، برابر کو که سخت حالتا خراب آمده. خدا نگاه کو، پشت بلدینگا نگرد، پشت دلارا نگرد، خدا نگاه کو که نشوه نعوذ بالله خلق شوی با او مردمی که دشمنای الله است، که هر دفعه در رکعت نماز میگفتی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، او اونجا قتی مغضوب علیهم الضالین استاد باشی. الله رحم بکنه. سخت حالت فتنه است. من کفر فعلیه کفر، الله هیچ نیازی به ما نداره جناب. هر چی عملی میکنی، عقیده خود میکنی، به خود میکنی. من کفر فعلیه کفر، کسی که انکار میکنه از نظام الله، از این دعوت الله، این دعوت الله را نمیپذیره، فعلیه بالای خودش تاوانی کفرش است، جزای کفرش است. ایره بدونی که جزای کفر حتما رسیده نیست. و من عمل صالحا، کسی که عمل درست انجام میده خاص به خاطر رضای الله، به موافق نقشه رسول الله، فلینفسهم یمهدون، بری خود آماده میکنه، بری نفسای خود یمهدون، آرامگاه میسازه. مهد گهواره را میگه. چقدر بهترین جای است که هر کس سری تو شفقت داره. طفل در گهواره، طفل چطور حالت داره؟ راستانه بگوی، همشیرم میده و بوسه میکنه، پدرم، مادرم، برادرم، هر کس سر جنگ میباشه نه؟ اینقدر ناز و نعمت. الله تعبیر میکنه اگر مؤمن بودی و عمل صالح بودی، اونجا مینی طور حالات از سرت. یقینا که الله تبارک و تعالی به مجاهدین دین الله در دنیا همون طور عزت داده بود. یک وقت بوتای مجاهدین چی میکرد؟ مردم تبرک میگرفت. خب امروز مجاهدین کجا هست؟ قطیقی نشست داره، قطیقی برخواست داره، چی میکنه؟ قرآن از همون خاطر گفت که فاقم وجهک للدین. دین نگاه کردن گپ یادی نیست، دین نگاه کردن سخت است. لیجزی الذین آمنوا،
که عاقبت این میشه که پاداش بده الله تبارک و تعالی و کسانی را آمنو که عقیده ایمان قرآنی داره و عمل صالحات به مقتضای ایمان عمل درست انجام میده من فضله از احسانات خود. چقدر احسانات الله برش میده به ما معلوم نیست، الله میدانه چطور بیان شوه و احساناتی که الله برات میده در مقابل ایمان و عمل او را خودی الله میدانه. انه لا يحب الكافرین، یقینا الله تبارک و تعالی دوست نداره کفاره، که کفاره دوست نداره، عملی که مشابه کفار است دوست نداره، دوستی با کفار دوست نداره، که دوست نداره کافر عزت نمیده، فضل احسان نمیکنه، عذاب میدشه. و من آیاتی، بعضی از نشانه های قدرت و دلایل توحید الله چیست؟ ایرسل الریاح، که میفرسته بادها را مبشرات، خوش خبری دهنده. کی میدانه که باران پیدا شود و این خوش خبری دهنده باشه؟ کسانی که در دشت و بیابان در زیر گرمی مطراق سفر داره، اونجا باز میفهمه که هوا چی نعمت بزرگ است. هوا مبشرات است، بسیار بشارت ها را در ضمن خود داره. بسیار کسایی که زمینایش میسوزه، عالی قلبه کرده، تخم پاشیده، ولی بیچاره در للم است، زیر جوی بار نیسته، حیران مانده که خواری ما عبس میشه. خود زمانی که باد پیدا میشه که ابرای پاره پاره را با هم یک جا میکنه، دبل میسازه و بعد از او قطره های باران میبره. شما ببینید که چی نعمت است. یکی هوایی که یک دم آلوده شده است، کابل جانیتان، که با مجرد تنفس مبتلا به مریضی های متنوع میشی، شمال پیدا میشه، این هوا را یک دم صاف و صفا میسازه. قدری باد میدانی مبشر است یا نیست؟ مجده میده ای باد. دیگه این بادا تعفن بویی که پیدا شده، با مجردی که هوا میخیزه، این تعفن مکمل از بین میبره. دیگه خو این بادا شاخهای درخته که با دیگه میزنه، القاح صورت میگیره. چرا درختام چیسته؟ شاخهای مذکر و مؤنث داره. و ارسلنا الریاح لواقحه، آیت قرآن است. خو این بادها شما خبر داره اگر موجا را در بحر پیدا نکنه، باد که شمال شروع شد موج پیدا میکنه، اکسیژن اونجا میرسانه، اونجا در زیر بحر. بله از برگ ها که کدام اکسیژن بیرون شده، امی باد است که در تو میرسانه. کابل جان درختی زیاد نداره، خو از شمالی باد میوزه، امو اکسیژن در کابل میرسانه برد. خو این باد است که کشتی ها در اون زمان ماشین نبود، تیل نبود، امی کشتی ها را روان میکرد نمیکرد که قرآن برای ما میگه. چی برای ما میگه؟ و من آیاتی، از نشانه های قدرت عظیم الله، دلایل توحید الله چی است؟ ایرسل، که میفرستد الریاح بادها را مبشرات، مژده دهنده، خوشخبری دهنده، ولیذیقکم، که بچشانه شما را من رحمته، از بعض رحمت خود. رحمت الله که هر قدر خوشبختی در دنیا برات میاد معنای چشیده نداره، اندک است، و از بعضی رحمت الله است. ولی تجری الفلک، که روان شوه کشتی، به امره، به فرمان الله. چرا به فرمان الله؟ کی گفت، کی خاصیت داد امی چوبه که زیر نرود در آب؟ آب چرا الله مایه پیدا کرد که کشتی آسان اوار حرکت کنه؟ چرا این سرزمین دنیا را به می بحر احاطه کرد که از یک نقطه جهان به نقطه جهان دیگه بسیار با آسانی برسی؟ این خاصیت ها را کی پیدا کرد؟ الله. به امره، به فرمان الله. اگر الله فرمانش نمی بود نمیتونست. ولی تبتغوا من فضله، یکی دیگه شما طلب کنه از احسان الله تبارک و تعالی. اسلام دینی این نیست که در خانه بشی، در مسجد بشی، نه، هر چیز برای خود محدودیت داره، قانون داره، وقت داره. در هر وقتش هر کار در وقتش انجام بده. در وقت کار، در وقت عبادت، در وقت استراحت، در وقت نان، در وقت عیادت، در وقت احوال پرسی، در وقت پورا کردن حقوق مکمل تقسیمات شده در کل زندگی. اینی را میگه دین و نظام کامل. نظام کامل امیر میگه که یک گوشش خلا نداره. کل زندگی تا اسلام برای تشریح کرده، به این سیستم پیش برو.
در جهان قانون دیگری را پیدا نمیتونه که در تمام ابعاد قانون داشته باشه و او قانون موافق با عقل سلیم باشه، پیدا نمیتونه غیر از قرآن و غیر از اسلام. ولعلکم تشکرون، دیگه به خاطری است که شما شکرگزار شوی. شکر چی میشه؟ نسبت نعمت به الله بکنی و همین نعمت استفاده درست از پیشش بکنی، استفاده درست از پیشش بکنی. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا، یقینا ما فرستاده بودیم پیش از تو پیغمبر علیه السلام، پیغمبران علیه السلام. اشاره میکنه مثل که بادا مبشرات بود، خوشخبری ها برای مردم ها بود، چرا که انواع فایده ها برش آمده بود. انبیاء علیه السلام هم در هر منطقه روان شده، یام مبشرین است، یام خوشخبری را آورده. روان کردیم من قبل که پیش از تو پیغمبر علیه السلام رسولا پیغمبران علیه السلام الی قومهم، بسوی قومشان. فجاؤوهم بالبینات، انبیاء علیه السلام آورده بودن به قومای خود به دلایل واضح یکتا پرستی الله تبارک و تعالی، به که باید یک نظام الله را بپذیریم. فانتقمنا من الذين اجرموا، بله ما انتقام گرفتیم از او کسانی که جرم ورزیدن، دعوت قبول نکردن، تکبر کردن، نعوذ بالله به هوا و هوس خود مبتلا شدن و را ما هلاک کردیم. پس ای امتی تم اینمی نقطه را در نظر بگیره که میپذیره یا نمیپذیره. و کان حقا علینا، چی میگه؟ شجاعت میده مومنای دعوتگره. این نیست که همیشه تو دعوت بدی بالکل گپی تو را کلی مردم بپذیره و در مقابل استقبال کنه. و کان، لیکن انجام میشه. و کان هست حقا ثابت واجب علینا بالای ما نصر المؤمنین، امدادی مؤمنا. الله سری خود لازم کرده واجب کرده، سری الله چیزی واجب نیست، این را واجب تفضلی میگه. الله خود احسان کرده که یک امر سری خود لازم کرده که اگر اینی کار شد من اینی کار میکنم. اگر مؤمنان نصرت دین الله را کرد، الله مؤمنان را چی میکنه؟ نصرت میکنه. شرط داره ان تنصر الله ینصر. اگر نصرت دین الله را کرده، الله قطعا نصرت میکنه. اگر نکرده باز توقع نصرت نداشته باشه. ما نصرت دین الله را نمیکنیم و میگیم که نه، ما باید بالکل نصرت الله قطع ما باشه. الله الذی، الله ذاتی است، یرسل الریاح، که میفرسته بادا را، فتثیر سحابا، بالا میکنه ابرها را، فیبسطه، میگسترانه پراگنده میسازه امی ابر فی السماء، در آسمان، کیف یشاء، به قسمی که الله میخواه. ابرها ټوټه ټوټه یک دم سقف فضا را یک دم ابر تیره میگیره، این جنی یک جای دیگه میبرش، بارانا را شروع میکنه. و یجعلو کسفا، میگردانه اینمی ابر کسفا، پاره پاره یا تو به تو که دبل شوه. فتر الودقه، تو میبینی قطرات باران یخرجو که میبرایه من خلاله، از لابلای امی ابر. خب ابر شمالای تیزی ابر با هم یک جا میکنه، تیره میکنه. قطره نرمی باران چرا مانع نمیشه ابر؟ الله تبارک و تعالی چی نظام کرده؟ از بین ابری قطره نرمی باران این در زمین خود میرسانه.